گریه نکن، هیچ بخششی در کار نیست. الانم زنگ میزنم پدرت بیاد مادرتو یعنی مادرت بیاد پدرتو دهنتو اصلاح کنه. خانم در خدا، از مدرسه دخترتون تماس گرفتم. میدونستی دختر خیلی بی‌تربیتی دارید؟ روی دوستش توف کرده. الان میام سیاه و کبودش میکنم. نمیخوای چیزی بگی؟ باشه، الان زنگ میزنم مادرت ببینیم چی میشه. دارم زنگ میزنم الو، از مدرسه دخترتون تماس گرفتیم. میدونستی چه دختر بی تربیتی دارید؟ میدونم. میتونم برم؟ میتونی بری، ولی قبلش واسه من یه آب قند بیار.